بدانند کسانی که ظلم میکنند امروز بر مؤمنین، ظلم میکنند امروز بر مؤمنین که چرا از کتاب و سنت حرف میزنند، چرا از الله و رسول حرف میزنند. کتاب الله نشانه وهابیت است. اسم قرآن را اگر بگیریم در یک جامعه مسلمینی که همه این ادعای اسلامی دارند، در اون جامعه اگر کسی بیود قال الله، مگه این وهابی است؟ قال الرسول، این وهابی است. اتباع الله و رسول این پاداشش قتل، کشتن. پاکسازی، شروع به پاکسازی مؤمنین، پاکسازی موحدین، پاکسازی قرآن و حدیث. میخواند از یک کشور اسلامی قرآن و حدیث را پاکسازی بکنند، ایمان را پاکسازی بکنند، توحید را پاکسازی بکنند، سنت رسول الله را پاکسازی بکنند. چنین افراد بدانند که خودشان پاکسازی میشوند، به حول و قوه الهی خودشان پاکسازی میشوند. از این جهالت خودشون برگردند، توبه کنند. خون مسلمان مؤمن و موحد به والله العظیم از خانه کعبه ارزشش بالاتره. همه کره زمین جمع بشوند، خون و آبرو و مؤمن یک مسلمان نزد الله از همه بالاتر و برتر است. چگونه مسلمان جرأت بکند؟ چگونه کلمه گوی لا اله الا الله، خودش هم لا اله الا الله میخواند، خودش نماز میخواند، برادرش را بکشد به جرم اینکه چرا قال الله و قال الرسول میگوید؟